میگم برای پدر مادرمون نرفتیم تا سر کوچه‌مون نام بیاریم، لیکن برای رفیقامون خیلی کارو کردیم. قدیم به ما معلومه میگه اگر دل دریا باشه خداوند بته کشتی میته. خانه شما را چراغش خاموش باشه خانه ما را چراغش کمتر روشن‌تر نمیشه. موفقیت دیگران را تحسین که خوشحال باش که نوبت به تو برسه. آدمی بعد به یگان جا نمیرسه. میگه غمی سنگین درون سینه دارم، گواهی میدی احوال زارم. اگر چه ضربه ها خوردیم زیاران، لیکن در این سینه دلی بکی ندارم. میگم هرگاهی که بحث درباره مادر میروه، دلم به خوبی های پدر میسوزه. آخی پدر به مثل درخت بود که اگر میوه هم نمیداد سایش بسنده بود. به سلامتی پدر که 1000 بار غرورامون خرید، یک بارم به ما مغرور نبود. مادر فرشته، پدر قبلگاه. میگه هرچند امکی بالای دستاش بردارم، دست مبارکی پدر میفارم. به سلامتی همه پدرای روی دنیا. میگم چی زمانای اومده که دیگه نه رفیق معلومه یا نه دشمن. هر کس هم به منزلت منفیتش انسانه عجایبه. این خروزا ما قطشان خوب بدیم فقط چیده و چون دکی جایش بد مونده. میگه افتاده درختی که به غم مینالید، ای زخمی تبر به جان غم مینالید. گفتم چی کسی برای شهد زد تبر، آه گفتا که وزیر سایه هم میخوابید. کاش محبتاتو مثل همی دست چشم بود که اگر دست زخمی شود چشم عشق میریزه، اگر چشم عشق بریزه دست چشم را پاک میگیره. کاش شما میفهمیدین که ما را میفهمیم ولی براتون نمیاریم. ما سری دسترخوانی خیلی آد میمونی خدمون بدیم. درسته هر کس به خود چقدر قیمت داره، نه که بسیاری از شما خود نشانته بدین. ما به شما همیشه که ارزش دادن نشان دادیم، بعدش فهمیدیم که هی بخا کم نمیارزین. امری باشد جبران کنیم خوبی ها را چند بار، بدی ها را 100 بار. همین آنان که از منبت 100 گونه سخن میگوید، به خدای بیترم نیست به ما میگوید. تا گناهگار نیستی کروک تالیش کشیدیم. Bir kenarda bir köşede görme کروک تالیش کشیدیم. Umut gökyüzünde parlar. Ruhun kanlandı. زندگی برای ما را بسیار چیزا را آموخت. میگم ما برای هر کسی اگر چی کاری کرده باشیم ایته دل کردیم، نصیبه یگان تاتم نخوردیم. آخی قربانی دل بریم که مال مردم خیر نیست. میگه هرگز نخوریم غصه حرفی دیگران را. آه گوری پدری هر کسی که بخواه بدی ما رو. میگم نگاهت همه وقت به همون یک گلی زرد خودت باشه. ای بچه نشوه برای حولی یک از گلچینی که بیای دهاتت آدم فرگشته سه. اشاره ششیر بچه. Bir kenarda bir köşede görmesen de varlar. Umut gökyüzünde parlar. Ruhun kanlandıkça gözlerinden damlar. Bu saatten sonra ne bu میگم که روزیمونم هر چی را در دست خداست. اگر در دستی بنداش میبود به یگان تمانه میرسید. میگه یا رب تو چنین کن که پریشان نشویم، محتاج به در خانه خیشان نشویم. به منتی هر یک دوست ما را روزی بده تا از دری تو بر در خیشان نشویم. الهی آمین. میگم نه پدر بدیم نه مادر، ولی داغ جوانی دیدیم. آخه پیری آن نیست که بر سر بزند موی سفید. هر جوانه که دلش شوق ندارد پیر است. ای خدا میخوام برای رفیقام عمری با عزت کیسه پری پول برای که لایق شن. میگه دم با دوست بسر بردن بسر دنیا بها داره. خوشحال کس که در دنیا رفیقی با وفا داره. داریم خیلی رفیق.
رویش کن جاشتم وقتی که نعمت‌های خدا با من داده را ایستاده شمارشون میکردم شما را 1000 بار حساب کردم. ای حضرت عشق آچه دستان تو دایم به دعا آچه آژنگی رخت حرفی خدا زیری چرخ فلک هیچگه نشوم کاش من آچه جدا آچه قربانی تیم